امروز هم هممون میگیم مسلمانیم، الحمدلله مسلمان هستیم، همینجا جمعه میخونیم، خدا پرستی میکنیم، نماز 5 وقته میخونیم، سید زاده و ایشان زاده و ملا زاده و مخصوم زاده بعض دعوا میکنی در کدنکی سینت میزنی با ما دعوا سید زاده همین فلان هستیم، خاک مزار هستیم. در خاندانش میبینید دختر قدرت 18 سالش سریلیش در خانه حیوان واری گشته ایستاده است. باز در نزدی او بشینی خودش سید زاده و ایشان زاده و مخصوم زاده و ملا زاده میگیره. یا میبینید دخترش به مردی نامحرم سیر کرده است، رقص کرده است. وقتی که رسول خدا این دیدگی های خود را در شب معراج که قصه کرد، فاطمه رضی الله عنها از جاش خیست و قالت و گفت که یا ابی و یا قرة عینی، ای پدر مهربان من، گفت و ای مردم که چشم من، اخبرنی ما کانت اعمال هذه النساء، ای پدر گفت خبر بده که عملی همین زنها در دنیا چی بود، اینها در دنیا به کدام فعل زشت اینها عمل میکردن که همین زنهای امتی تو از اون عملها پرهیز کنن تا که از آتش دوزخ نجات بیابند. پیغمبری خدا گفت که یا فاطمه اما المعلقه بشعرها، اون زنهایی که معلق آویزان به مویهای سری خود بودن در چنگاله های آتشین دوزخ، اونها کی بودن؟ فکانت لا تکتم شعرها من الرجال، اونها زنهایی بودن که در دنیا موی سری خودشون از مردهای بیگانه سطر نمی کردن، نمی پشوندن. امروز هم هممون میگیم مسلمانیم، الحمدلله مسلمان هستیم، همینجا جمعه میخونیم، خدا پرستی میکنیم، نماز 5 وقته میخونیم، سید زاده و ایشان زاده و ملا زاده و مخصوم زاده بعض دعوا میکنی در کدنکی سینت میزنی با ما دعوا سید زاده همین فلان هستیم، خاک مزار هستیم. در خاندانش میبینید دختر قدرت 18 سالش سریلیش در خانه حیوان واری گشته ایستاده است. باز در نزدی او بشینی خودش سید زاده و ایشان زاده و مخصوم زاده و ملا زاده میگیره. یا میبینید دخترش به مردی نامحرم سیر کرده است، رقص کرده است. شرم بر حال همیت مسلمان دیوس. پیغمبر خدا گفت که ای فاطمه، انا همون زنهایی که در دنیا موی سری خود سطر نکردن، نپشاندن، به مردهای بیگانه نشان دادن، فردا روز قیامت از اون موها آویزان میشن. مویها را کلته کردن، بریدن. موی سرکی بریدی به چی تشبیه میشه؟ به اروپایی امریکایی تشبیه میشه. آیا مادرهای ما و شما، مامه‌های ما و شما موی سر بریدن؟ یگان نفر از اهل اولاد مردم تاجیکستان ما، آیا آچه یگان کس، مامه یگان کس موی سرش بریدگی تا کتفه هست؟ باز بعض ناخلف یافت است که او را فتوا دادگی است با مثل امریکایی و اروپایی. پیغمبر خدا گفت او زنهایی هستند که در دنیا موی خودشون سطر نکردن، به آتش دوزخ آویزان میشن، دماغ سرشون میجوشن.